من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. ربط سوره نساء هم با سوره آل عمران یک ربطش بیان شده، ربط اسمی. ایاک نعبد و 5-6 سوره هستند. ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة كما فعل اليهود ولا نعبد آل عمران كما فعل النصارى ونؤدي حقوق النساء. این سوره نساء هست نه؟ ونؤدي حقوق النساء و ضایع نمی کنیم همطوری که مشرکین کردند. بعد از این چه سوره ای هست؟ مائده. اللهم انزل علينا مائدة فضلك و رحمتك یا افضالك و رحمتك. به هر حال این ربط اسمی هست که شما خواندید. اما ربط معنوی شما در سوره آل عمران الان خدمت شما عرض کردم بیشتر 4 مضمون بود: توحید، رسالت، جهاد، انفاق. اما اکنون در سوره نساء به صورت مفصل امور انتظامی بیان میشه، اونم به منظور نظم بخشیدن به مسائل اجتماعی و انفرادی مسلمانان. ببین جهاد برای این هست که آرامش بیاد، نظمی حاکم بشه. امور انتظامیه که چه از باب تدبیر المنزل باشند چه از باب سیاست المدنیه باشد. بعضی از امور انتظامی هستند که مربوط به خانواده هستند، مسائل و حقوق خانه، خانواده، زن بر شوهر، شوهر بر زن، حقوق یتیم، حقوق فرزند، مسائل نکاح، طلاق، عده، انفاق، نفقه. اینها تمام چی هستند؟ از باب تدبیر المنزل هستند. این از امور انتظامیه به منظور نظم بخشیدن به جامعه. و همچنین از سیاست المدنیه، اموری که مربوط به شهر، شهرداری، همسایگان، بقیه مسلمانان، وظیفه در قبال مسلمانان، جنگ، صلح، مسائل شرعی. لذا در این سوره مبارکه بعد از موضوع جهاد بیشتر اینها چی میشوند؟ عنوان میشند و بیان میشوند. به هر حال خلاصه این سوره این هست که امور انتظامیه در سوره نساء بیان میشه. اینا بر 2 بخش هستند، بر 2 نوع هستند. در بخش اول که از اول سوره هست تا ندخلهم ظلا ظلیلا تا پاره 5 ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اینجا امور و احکام رعیت بیان میشه. چه احکامی؟ احکام رعیت. و در بخش دوم از ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تا پایان احکام سلطانیه بیان میشه. احکام سلطانیه بنویسید، یا اموری که مربوط به راعی هست، به حاکم هست، به پادشاه مسلمانان هست، کسی که در رأس هست. لذا ما 2 وظیفه داریم. یکی وظیفه من نسبت به رعیت است، نسبت به ملت است، نسبت به آحاد است. آحاد اعم از مرد و زن،
عام از بچه و بزرگ، در مقابل اینها چه وظایفی داریم، چه احکامی متوجه ما هست، چه دستوراتی هست. و بعض در بخش دوم احکام و مسائلی که مربوط به چی هست؟ مربوط به حاکم است، راعی هست. در قبال حاکم، در قبال سلطان چه وظایفی ما داریم. پس بخش اول سوره یا ایها الناس، اون احکامی که مربوط به مردم هست الله تعالی اینجا بیان می‌فرماد، اما ابتداءً با تقوا شروع میشه. محور تمام امور چی هست؟ تقوا هست. وقتی خدا ترسی باشد انسان قوانین را، ضوابط را رعایت میکند. قبلا هم بار بار مثال عرض کردیم، وقتی که نظارت دولت باشد، نظارت حاکم باشد، نظارت دستگاه های زیرربط باشد، چه به وسیله پلیس، چه به وسیله دوربین های مخفی، چه به وسیله گشت های نامحسوس، میبینیم که قانون رعایت میشه. اما وقتی که مردم احساس بکنند که هیچ نوع نظارتی بالای سرشون نیست، اون وقت مردم چیکار میکنند؟ رعایت نمیکنند. لذا الله عزوجل اینجا نظارت رب را بیان میفرماید که از او بترسید که او همیشه شما را میبیند، اویی که شما را خلق کرده و اونی که از جزئیات شما اطلاع دارد و آگاهی دارد. لذا شما از اون پروردگار بترسید، بهراسید. الله می فرماید یا ایها الناس، این تخویف اخروی است، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم از ربتان، از پروردگارتان بترسید. الذی خلقکم، این مقتضی اول تقواست، چون که اون خالق شماست، می طلبد شما بترسید. الذی خلقکم من نفس واحده، آن ذاتی که شما را آفرید من نفس واحده، از یک نفس، اون کیه؟ آدم علیه السلام. همه انسان ها از آدم. و خلق منها زوجها، و آفرید از آن آدم یا از آن نفس زوجش را، از آن نفس زوجش را. خلق منها زوجها قبلا خواندیم، البته دو تفسیر میتونه داشته باشه. یکی اینه که خلق منها زوجها، از همون نفس زوجش را آفرید، یعنی مثل خودش از خاک جداگانه نیافرید. چنانچه در حدیث می آید که حوا از ضلع چپ آدم علیه السلام چی شد؟ متولد شد، پیدا شد. خلق منها زوجها، یعنی منها من النفس. و دوم این که منها به این معنا نیست، اشاره به این نکته نیست. خلق منها زوجها یعنی از منها من جنسها. خداوند شما را آفرید، این یک نعمت. نعمت دوم که برای شما زوجی، برای شما همراهی، برای شما جفتی از جنس شما آفرید. والله خلقکم من انفسکم ازواجا، خلق لکم من انفسکم ازواجا، از انفس شما ازواج آفرید، لتسکنوا الیها، تا آرامش بیابید. اگر از جنس ما نمی آفرید، به ما دستور میداد شما با جنات ازدواج بکنید، اون وقت چی میشد؟ آرامش حاصل نمیشد. لذا منها یعنی چی؟ من جنسها، طبق این تفسیر. و با توجه به اینکه با آیات دیگری هم این تفسیر تایید میشه. و خلق منها یعنی من جنسها. و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. الله منتشر فرمود منهما، از آن زوجین، مردان زیادی و زنان زیادی را الله چی کرد؟ منتشر کرد در عالم، در زمین. واتقوا الله،
لذا این نعمت میطلبد شما تقوا داشته باشید. ابتدا هم تقوا، ابتدای این نعمت، انتهای این نعمت هم تقوا. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. الله می فرماید بترسید از الله، همان اللهی که تساءلون به، شما هر چیز را به نام خدا سوال می کنید. تساءلون به، تساءلون اصلش است تتساءلون، شما از هم دیگر سوال می کنید. به به نام خدا. چطور به نام خدا؟ شما میگه به خاطر خدا این کار را انجام بده. اون خدایی که شما هر جا در کلامتون واسطه قرار میدید، به خاطر خدا ببخش، به خاطر خدا هبه کن، لذا اینها اون خدا حداقل اول از او خدا بترسید. تساءلون تفسیر خازن نوشته و التساؤل بالله، تساؤل بالله این است هو كقولك اسألك بالله، اسألك بالله، به خاطر خدا، به نام خدا است تو میخوام. یا احلف علیک بالله، قسمت میدم. استشفع الیک بالله، اینا هستند، شفاعت میکنم به نام خدا. به هر حال بالله اینه که به نام خدا شما از هم دیگه هر چیز را سوال میکنید، خدا را واسطه قرار میدید. والارحام، والارحام یعنی اتقوا الارحام. منظور این است که شما از رحم هم بترسید. منظور صله رحمی هست که واتقوا الارحام، بترسید یعنی لا تقطعوها یا ان تقطعوها، بترسی از اینکه قطع رحم بکنید. شما صله رحمی داشته باشید، شما قطع رحم داشته نباشید. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اون اللهی که از همدیگر شما به نام خدا هر چی سوال میکنید. والارحام، و همچنین از قطع رحمی. این آیه یکی از آیاتی هست که بیشتر در خطبه نکاح خوانده میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیه را در خطبه نکاح میخواندند. خب یکی از صورتهایی که تساءلون به خود نکاح هست، خود ازدواج هست. ببینید یک مرد و یک زن با هم بلا تشبیه رابطه میگیرن، یک رابطه نامشروع. اینها چون که از اون طریقی که الله گفته و نام الله در وسط نیست، اینها مورد نفرین مردم قرار میگیرند. هر کس اونها را نفرین میکند، به دست حاکم عادل بیفتند، اونها را به حدشون، به جزایشون میرساند. یا رجم میشند، سنگسار میشند، یا ضرب شلاق میخورند، برای همیشه سرفکنده هستند. اما اگر همین رابطه بالله باشد، به نام خدا باشد، یعنی از همون طریقی که خدا گفته، که طریقی چی هست؟ نکاح هست. فعل همون یک فعل هست، عمل همون یک عمل هست، ولی همه مردم تبریک میگویند یا نمیگویند؟ تحفه و کادو برایشون میارند یا نمیارند؟ بس ببینید چقدر نام الله تفاوت دارد. اون چی که از طریق الله و به روشی که الله عزوجل فرموده و اون روشی که روش غیر الله باشد. لذا الله می فرماید شما بترسید از خدا. ان الله کان علیکم رقیبا، بدون شک الله عزوجل بر شما رقیب هست، نگهبان هست، محافظ هست. الله تعالی همه اعمال شما را زیر نظر دارد، همه اعمال شما زیر ذره‌بین هستند. و آتوا الیتامی اموالهم. خب از اینجا احکامی که عرض کردم، احکام سوره نساء، این احکام آغاز می شوند. اولین حکم در ارتباط با یتیم هست. ببین این امور انتظامیه، حکم مسئله یتیم چقدر اهمیت دارد که خدای عزوجل مسئله یتیم را در صدر تمام مسائل قرار داده.
و آتوا الیتامی اموالهم، شما به یتیم ها مالهایشون را بدهید. حکم اول اصلاح مال یتیم. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، شما مال خبیث را با مال پاکیزه تبدیل نکنید. یعنی چه؟ مال خبیث کدومه؟ مال پاکیزه کدومه؟ اون مالی که مال خودتون هست، اون مال پاکیزه هست، حاصل زحمات شما، حاصل رنجی که شما تحمل کردید در راه کسب اون مال، به دست آوردن اون مال. و مال خبیث اون مالی هست که انسان چشم دوخته باشد به اون مال یتیم. اون مال وقتی که انسان برای خودش در نظر داشته باشد میشه خبیث، میشه نجس، میشه ناپاک. لذا الله تعالی می فرماید ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، شما مال خبیث را با مال پاکیزه تبدیل نکنید. ببینید مردم، تفسیر قرطبی میگه مردم در زمان جاهلیت چه کار میکردند؟ و کانوا فی الجاهلیت لعدم الدین، با توجه به اینکه دین نبود، لا یتحرجون عن اموال الیتامی، برای مال یتیم پرواهی نمی کردن. فکانوا یأخذون الطیب والجید، یکی مال خوب و طیب را از مال یتیم برای خودش برمی داشت و یبدلونه بالردی من اموالهم، مال ردی را از مال خودشون تبدیل می کردند. قرطبی. لذا انسان احساس خطر داشته باشه که مبادا این مال به هر حال به هدر بره، این مال را فردا یتیم بزرگ بشه، این مال را برای خودش تصاحب بکند و به جایش مال خودش را بگذارد، چه برسد که اصلا مالی هم به جایش نگذارد. این خیلی مشکل است. لذا الله می فرماید ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، مال یتیم را نخورید با مال خودتون، بالا نزنید، مال یتیم را جدا بکنید. انه کان حوبا کبیرا، این مال یتیم عرض کنم که گناه سنگینی هست و بار بسیار بزرگی هست که انسان این مال یتیم را با مال خودش مخلوط بکند. اما صورتی که انسان برای یتیم به چه صورت مصرف بکند، خب اون در آیات آینده می آید. اما اگر کسی در زمان جاهلیت، نه تنها در زمان اسلام هم هست، که یتیم تحت تکفل چه کسانی هست؟ یتیم اولا وقتی که پدرش را از دست میده، متولیش، سرپرستش برادرش هست. اگر برادر داشته نباشه متولی عمو هست، اگر عموی داشته نباشه متولی کیه؟ پسر عمو هست. به همین صورت به ترتیبی که به هر حال عصبات دارند. اکنون فرض بر این هست که پسر عموی، چون این آیه بحث نکاح یتیم را گفته، خب برای برادر و برای عمو که درست نیست. در صورتی هست که متولی و سرپرست کی باشد؟ پسر عموی باشد. خب پسر عمو یتیمی را در اختیار دارد، تکفل یتیم را دارد، اما دلش میخواهد که یتیم را، زمانی رسیده که این یتیم یتیمه‌ای هست، دختری هست، میخواهد که به عقد کسی در بیاورد، اما این یتیمه مال دارد. از یک طرف میلی به او ندارد، علاقه‌ای بهش ندارد که با او زندگی بکند، از یک طرف دیگه به خاطر مالش دلش میخواد که عقدش بکند. الله عزوجل میفرماید وقتی که شما این احساس خطر را دارید که نسبت به این یتیم شما نمیتوانید که قسط را، انصاف را، عدالت را شما رعایت بکنید، پس شما چیکار بکنید؟ یتیم را عقد نکنید.
یتیم را به عقد کسی دیگه در بیارید غیر از یتیم. زنانی که شما علاقمند هستید به اونها، 1 زن 2 زن تا 4 زن الله عزوجل اینجا اجازه فرموده. مثنا 2 تا 2 تا و ثلاثه 3 تا و رباع 4 تا، یعنی تا 4 تا این مجوز هست. بعضی میگویند که چیه؟ سنت هست یا اینکه دستور هست. نه، دستور نیست، این امر برای اباحت است. امر برای چیه؟ اباحت، یعنی مباح است. فان خفتم، اما اگر شما می ترسید که الا تعدلوا، شما عدالت را رعایت نمی کنید در حقوق زوجه، فواحدتا، پس یکی، ای فاختاروا واحدتا، یکی را انتخاب بکنید، یکی را اختیار بکنید. یا اگر همون یکی را میدانید که نمیتونید حقوقش را رعایت بکنید، بعضی هستن واقعا به همون یکی هم نمیرسند، اونم حقوقی دارد، به هر حال نفقه‌ای دارد، لباسی دارد، دوایی دارد، دارویی دارد، حقوق واجبی دارد. پس او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزهایی که در اختیار شما هستند. در قدیم کنیز مملوک انسان بود، نه؟ و میدونید که انسان میتوانست کنیزی که در ملک انسان بود نیاز جنسیش را برآورده بکند. لذا منظور اینه که اگر اون یکی را هم نمیتوانید به او برسید، حقوق واجبش را ادا بکنید، پس اون یکی را هم عقد نکنید. ما ملکت ایمانکم را، ذالک ادنا الا تعولوا، این نزدیکتر هست به این که شما ظلم نکنید، شما جور نکنید، شما بی عدالتی و بی انصافی نکنید، بلکه شما حقوق را رعایت بکنید. اما حکم سوم، حکم اول بحث یتیم بود، حکم دوم اگر در رابطه با یتیم شما می ترسید که نمی توانید حق زوجیت و حق نکاح را رعایت بکنید، بغیر از یتیم شما زنان دیگری را عقد بکنید. اما در رابطه با تعدد نساء من میخواستم یک مطلبی خدمت شما عرض بکنم، تا همینجا کافی هست. بعد از انشاءالله زنگ تفریح حکم سوم را میخوانیم به صورت کوتاه. اون چی که در جامعه ما هست تعدد ازدواج، متاسفانه هم افراط هست و هم تفریط. تنها جامعه خودمون را نمیگم، کل جامعه اسلامی را میگم که در بعضی جوامع ازدواج مجدد، ازدواج دوم، ازدواج سوم معادل ظلم هست. کسی ازدواج دوم کرد یعنی بزرگترین ظلم را داره انجام میده. کسی ازدواج دوم را کرد یعنی بزرگترین خیانت را کرد. حتی در میان بعضی از علماء معاصر که هر کسی اقدام به ازدواج دوم میکند مورد مذمت، مورد نکوهش قرار میگیرد. و از طرفی در جوامع مثل جامعه خود ما که این رواج دارد، متاسفانه باز افراط دیگری انجام میگیرد که مردم ازدواج میکنند، ازدواجهای جدید و نسبت به ازدواجهای گذشته بی‌پروا هستند، از نظر حقوقشان، از نظر مخارجشان، از نظر بیتوتت، از نظر تمام مسائل زناشویی و حقوق زناشویی که بر انسان هست. ازدواج جدید که میکنند، این مسائل باعث میشه که اون نوع ازدواج چی بشه؟ نفس ازدواج بدنام بشه. اگر این که بگیم اصلا ازدواج صورت نگیرد، این هم جایز نیست، این هم درست نیست، به دلیل اینکه به هر حال اولا جمعیت جامعه زنان طبیعی هست که بیشتر است نسبت به مردان. دوما الله تعالی به مرد توانایی داده، مدیریتی داده که این مدیریت میتواند چندین زن را چی بکند؟ مدیریت بکند. الله عزوجل فراستی داده، عقلی داده، تدبیری داده و میتواند متحمل هزینه ها باشد. و اگر این نباشد، در ابتدای اسلام ببین هم جهاد آسان بود، هم قربانی مالی در راه خدا آسان بود، هم قربانی جانی در راه خدا آسان بود. این به دلیل چی بود؟ که یکی اگر شهید میشد، دیگری با بیوه ازدواج میکرد، یتیمها را جمع میکرد، فرزنداش را جمع میکرد. ولی امروز خب در بعضی جوامع کسی که بیوه شد
باید به قبر بره، دیگه راهی برایش وجود ندارد. یا برای کسی مشکلی پیش آمد، موضوع طلاق پیش آمد، این زن برای همیشه هست، چون که در بعضی جوامع این مسئله بسیار مسئله زشتی هست، مسئله مذمومی هست، مسئله هست که مردم او را به دید دیگه نگاه میکنند. روی این به هر حال نباید این افراط و تفریط انجام بگیرد. جاهایی که واقعا این مسئله مروج هست باید اونجا رعایت بشه، رعایت حقوق زنها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود کسانی که رعایت نمی کنند و همسر دوم را معلق می گذارند، نه حق شبش را رعایت می کنند، نه حق خرجش را رعایت می کنند، روز قیامت در بارگاه خدای عزوجل طوری می آیند که نصف بدنشان بیکار هست، مفلوج است، بی حس هست. و همچنین این که بگیم که این مسئله اصلا مسئله درستی نیست، حتی علما به دید بد، در حالی که چیزی هست که در قرآن مباح است. لذا باید این افراط و تفریط هر دو نباشد، همه جوانب رعایت بشه، هم حقوق رعایت بشه و هم عرض کنم که حقوق بقیه انسان ها رعایت بشه. وقتی که همه انسان ها رعایت بکنند این مسائل خود به خود حل است. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين